شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی عریضه مرد 39 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 21 به 22 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه در کوچه جوانان 20 و 23 ساله ساکنان پایتخت به یگان اساس او را تکوب نموده برای آشکارا از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی را گرفته از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه رودکی با عریضه مرد 38 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 21 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 دقیقه شخصان ناشناس پسر نابالغ 14 ساله‌اش را در حدود دیه‌شان زیر التکوب قرار داده برای آشکارا از دستش یک عدد تلفن موبیلی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 22 ساله ساکن نویه مذکور که پیش با ماده 375 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با گمان غارتگری دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه فیض‌آباد عریضه مرد 40 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که در ماه دکبر سال 2023 زن 37 ساله ساکن امین نویه با راه فریب به باوریش در آمده از او 131,000 سامانی گرفته تا حال مبلغ گرفته‌اش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 40 ساله ساکن شهر اصفهان با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 20 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 13:30 دقیقه با راه پنهانی از نزد درآمدگاه منزل استقامتی مرد 47 ساله ساکن شهر مذکور یک عدد دوچرخه را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.